الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مهربان دعا میکنم که خدای مهربان یکایک شما را عمر دراز، ایمان کامل، خوشبختی هم دنیا هم آخرت الله نصیبتون کند. خدای مهربان همه شما برادران عزیز و خواهران مهربانم از جمیع فتنه ها، از جمیع تهمت ها، از جمیع سختی ها الله مهربان حفظتان کند. در دلهاتون آرزوهایی که دارین، هوسهایی که دارین، مقصدهایی که دارین، خواهشهایی که دارین، اگر نیک باشند، چی دنیاوی باشد چی اخروی باشد، الله ذوالجلال برآورده گرداند. خدای مهربان زندگی های خوب تا نصیب کند. الله نافهمی هایی که در خاندان هاتون دارین، نافهمی ها را از بینتون دور کند. خدای مهربان خانه هایی که داخل او پر از سخن نیک باشد، داخل او پر از آداب باشد، داخل او پر از معرفت باشد، داخل او خانه پر از عبادت باشد، الله خاندانای شما را به این آن چیزی که بیان کردم الله توانا موفق من بگردان، میسر من بگردان. الله مهربان جمیع دادرای ما را، خواهرای ما را، مادرای ما را که برای پیدا کردن رزق روزی، برای بهبود زندگیشان در مسافرت قرار دارین، خداوند سفراتون را بخیر کند، کاراتون را برار و برکت دهد. خدایا با دستاتون را پر به خاندانتون، به دیارتون، به مملکتتون خدای مهربان صحت و سلامت رسانتون. خدایا در همون ملک ها هم سختی ها و مشکلات هایی که بر بالاتون میآید الله مهربان از بالای سرتون دورش گردانه. جمیع برادرایی که در اون ملک های بیرون از وطن ما زندگی میکنین، خداوند توفیقاتون رفیق کند. الله مهربان همیشه از زمره تاجیکان گردانتون که ننگ داشته باشید، ناموس داشته باشید، غیرت داشته باشید، ترس خدا داشته باشید. الله مهربان این ملک ما را، این وطن ما را خدایا همیشه در حفظ و امانت نگه دار. خدایا برکت این ملک ما را زیاد کن. الله مهربان هر نارسایی هایی که در این ملک ما هست با فضل کرامت خدای مهربان خوبی ها و نیکی ها را شامل این حال این مردم بگردان. رهبر دولت ما را هم خدای مهربان همیشه در کارهای نیک، در کارهای خیرش خدایا باز هم پیشروی ها، باز هم موفقیت الله مهربان نصیبش گردان و بالای سر این مردم الله مهربان نگهبانش باش. خدای مهربان
گذشتگان ما را رحمت و مغفرت کن. الله مهربان خطاهاشون، کمبودیهاشون، لغزش‌هایی که کردن در حیات با فضل کرامت بخشیده بگردان. بیماری هایی که امروز در بیمارخانه ها داریم شفای کامل شونده. این دردی که امروز تمامی عالم فرا گرفته است، خدایا از بالای سر جمعی بندگان دور بگردان. خدایا همین دنیا را آرام و نیک. خدای مهربان جنگ ها و جدال ها و کشمکشی ها و خرخشه ها و هر چیزی که از زشتی ها باشد، خدایا از روی همین دنیا دور بگردان. الله مهربان این خواهشات و این دعاهایی را که کردم، فقط همه اینها در ید قدرت تو هست. یگانه تو میتونی پروردگارا این خواهشات ما را براری. خدایا با فضل کرامت که خودت فرموده ای ادعونی استجب لکم، دعا کنید من اجابت میکنم. خودت گفتی که هرگاه دستاتون بردارین من دستاتون خالی بر نمیگردانم. خدای دعاهامون قبول کن. خدای مهربان این لحظه هایی که شکرگزاری تو را میکنیم که می نشینیم بندگان تو از بندگی سوال میتین، از ترسی تو سوال میتین. در دنیا باید چیکار کنیم، چگونه حیات مناسب کنیم، آیا خانه قبر چی گپ دارد، آیا قیامت در حال بنده چی می شود، از من سوال میکنن. الله مهربان همین امکانیت ها را برای ما باز هم خوب نیک بگردان و دائمی بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، اینک باز چندین سوال های در پیش من هست. میخواهم با این سوال ها جواب گردانم. همیشه برادران عزیز دعا کردنی در حق یکدیگر را فراموش نکنیم، زیرا دعای مؤمن در حق مؤمن علال خصوص اگر باز در غایب یکدیگر باشد انشاءالله قبول می شود. حاضرش که شما در غایب من هستین، من در حق همه شما دعاگو هستم. شما هم در حق ما برادران عزیز دعاگو باشید. الله مهربان حفظتان کند. همه شما را به خاطر خدا دوست می دارم. همه شما را به خاطر خدا حرمت میکنم. الله شما را نگهبان باشد. برادر عزیز، خواه در داخلین خواه در خارجین، مادامی که نیتی نیک دارین، مادامی که قلبهای پاک دارین، مادامی که مسلمانین، مادامی که از ملت ماین، خدای شما را حفظ کند. اکنون برادر عزیز سوال ها را گوش کنید و انشاءالله من برای شما جواب میگردانم. استاد، در وقت لباس شویی آب لباس در لباس تنت رسد، آیا لباست به نماز می شود؟ برادر عزیز، یعنی وقتی که ما لباس می شوییم، آبی که از همون لباس اگر در لباس ما رسد زمان به نماز میکند که اگر همون لباس به نماز باشد. یعنی اگر همون لباس ما آلوده یگان نجاست باشد، آب او البته پلیده، آب او حرامه. در لباس ما که رسید لباس ما را به نماز میکند. لیکن اگر همین لباس هایی که حاضر ما داریم مثال میپوشیم، یک عرق بدن میرسد یا یگان هفته میپوشیم، مردم ما که عادت دارن یک هفته و دو هفته و یا یک روز و دو روز در لباس ها میشویم، این آب این برادرای عزیز
این بینماز نمیکنه. زیرا خود همان عرق بدن مسلمان خودش بینماز نیست. از این لحاظ فقط وقت بینماز میکند که همان لباس خودش آلوده یگان نجاست باشد، یگان بینمازی داشته باشد. سوال دیگر: بابای حاجی، مسجد الحرام چی معنا دارد؟ برای چی مسجد الحرام میگویند؟ یعنی برادرای عزیز، یکی از مسجدهای کلانترین در روی عالم همون مسجد الحرام است، یعنی کعبه. این کعبه مکرمه که حاجی ها میرن در گردی او طواف میکنن، او را حرام گفتنش برادران عزیز و گرامی، یعنی به خاطر که در گردی همون مسجد همون گویم زمین ها و همون مسافه هایی که وجود دارد، از ابتدا از پیشتر در همون نزدیکی های او خون یک نفر ریزانیدن حرامه، یا یک جاندار، یک جانور، یک حیوانی را در همونجا کشتن حرامه، یا اگر یک درختی باشد در همونجا درختی او را کندن حرامه. از همین لحاظ او را مسجد الحرام میگن، یعنی در اطراف او حرام است که انسان یعنی دست به خونریزی زند. و حتی زمانهایی بود، حتی پیامبر اون وقتی که مکه را فتح کرد، گفت کسی اگر خانه ابو سفیان می درآید رضی الله عنه، کسی مسجد الحرام می درآید، یا کسی درهاشون از داخل محکم میکنن، اونها در امنن، یعنی هیچ کس اونها را مقصد زیان و ضرر رسانده نمیتونند. برای همین وقتی که مسجد که می در آمدن، یا همون زمین هایی که در گرد مسجد همون مکه مکرمه، همون جایی که خانه کعبه است، همون مقدار معین شدگی که هست، در همونجا کسی که داخل شود، دیگر حتی جنگ هم که باشد و در همون زمین که در آمد، همون مقدار معین که در آمد، دیگر او را هیچ کس حقی بالا شمشیر کشیدن یا کشتن ندارد. به همین خاطر ایرا مسجد الحرام میگویم برادر عزیز. سوال پیشترکی که من خواندم، مسئله لباس شستن، یک چی در ذهنم آمد که برادران و خواهران عزیز، در همین قدر آب فراوانی که امروز هست، که آب بگیم از همه چیزی خیلی در تاجیکستان ما بگیم در اکثر مناطقش که آب دسترس کردنش مشکل نیست، همیشه لباساتون بشویید، لباساتون تازه نگه بدارید. ولی میبینید که ما در مختصرمان، کتاب مختصرمان عباره داریم و فی ثیاب البیضه، نماز خواندن در لباسی که بوی دارد نماز ثواب ندارد. برای همین لباساتون تازه کنین، لباساتون بشویین، بسیار آلفته باشین، چی قدر میتونین و تازگی سخت رعایت کنین، زیرا دین خودمان شما میدونید که الدین و نظافه، دین فقط و فقط از تازگی گپ میزند، فقط ای پاکیزگی صحبت میکند. ان الله نظیف یحب النظاف، خدا پاک، پاکان دوست میدارد. خدا غیور است، با غیرت ها را دوست میدارد. خدا زیبا است، زیباها را دوست میدارد. برای همین حرکت کنین خواهرها و برادر عزیز که لباس هایی که بوی میکند شما اونها را در بر نکنین. ولی بینین یکی از سبب های ملائکه ها در نزد ما نایستادنشون حساب بوی بدن ما هست. در بعضی از معرکه ها در پهلو یگان نفر می نشینی، یا اینکه با یک کسی میخوای سلام کنی، بدنش بوی میکنه برادر عزیز.
در همین خیل دوره که صابون هست، آب هست، با آبی گرم هم هست. افسوس ده، افسوس که برادران عزیز از همین چیزها هم شما دور ماندگین. پیروای دین اسلام باید پاک باشند، باید تازه باشد، سر روی خوشرو داشته باشد. مقصد تاقی میدازی، تاقی تازه بداز. وقتی عرقچین میدازی، عرقچینی تازه بداز. وقتی ریش میمونی، ریشی خوشرو بمان. دست رود باید تازه باشد، باید ببوی باشد. در یک روز اگر چند باری که تو طهارت میکنی، حرکت کن، همون حالت مستحب کردن تا با صابون بکن، با شامپون بکن، تا که حتی همون قسم های مثال حالت مستحب کردن ده هم همون موضع ها هم باید بوی نداشته باشد. این چیزها را سخت رعایت کنیم برادران عزیز و گرامی. علی خصوص مهاجرای ما، علی خصوص برادرایی که در شهرهای روسیه میگردین، بسیار سر و لباستون اهمیت بتین که همون سخنهایی که هموا میگفتن تاجیک مردم هر خیل کلمای قبیح میگفتن، از روی انمون به اهمیتی مویهای سر دویدگی، ریش ها دویدگی، نه ترتیبی، نه یک مثال نه همون را یک درست مثال سر شانه کردن، کرتاتون چیرک، پاپشیاتون مثال تازه کردگی نیست. هر کسی ببینه البته شما را همین خیل سخنهای قبیح میگن. در کوچه که برآمدی تازه که خوش رو که همون لباسای کاری تا در یک ستگاه بگی و رنگ یک آدم اداره نشین واری. در کوچه برآمدی سر لباسی تازه خوش رو در سرکت همه ترتیب تا نگاه که بعد مقصد برای در جای کاریت بدر که باز لباسای کاریت خط کار کردی برآمدی با لباسای تازه تا پوش با در را بگرام. هم دین تا برادر عزیز در زیر ملامت نما، هم ملت تا. این چیزایی هست که من دیده بودم، برای همین میگم دادر عزیز و گرامی. اینا من از روی مستی نمیگم، همین امکانیت هست، همین امکانیت استفاده بریم. چرکین نباشین، زیرا همین چرکین بودن تو به زنی هم تاثیر میکنه، فرزندادم تاثیر میکنه، خانت هم تاثیر میکنه، تمام چیز چرکه بعد. حالا که دین ما این نیست که پیامبر در کوچه که میرفت ای بوی بگیم همون خوشبویش، یعنی بوی دخی او را بگیم مست میشیدن آدم ها، ای خوشبویی استفاده میبردن. سوال دیگر، استاد جان من زن هستم، در مهاجرت در یوتیوب یک کانال شدم، تنها پختی طعام ها را خواب و خرید از مغازه ها را میمانم، از همین راه پول به دست میارم. آیا این کاری من گناه هست یا نه؟ نه. چرا؟ یک وقتی آدم صاحب یک کسب میشود، مثال خواهرای ما ولی در یوتیوب من میبینم دایم پختن طعام ها را نشان میتن، تیار کردن سلات ها را نشان میتن و مثال هر هنری که داری این کسبه. وقتی شما باید برای دیگران تعلیم میکنین، در عوضش اگر به شرطی که همون یوتیوب مبلغی که برای شما جدا میکند حلال، هیچ باکی ندارد. این یگان راه نادرست و راه مثال بگیم حرام نیست که شما از این چیز ترس داشته باشید. شما همچون همون هنری خودتان کسب خودتان که نشان میتین، پس هیچ باکی ندارد. بهترین میشود که امروز زنهای امروزه خواهرای ما مقصد یاد میگیرن همون طرز طعام تیار کردن، طرز سلات تیار کردن. وزی میدونین که بسیاری از زندگی هایی که در همین تاجیک ما هست، یکی از سبب های با ویران شدن زندگی هم انمی کیبانو نبودن های.
برای خواهرها و مادرای ما بسیار یک یاردم کلانه که در خانه ایستادگی اینترنت میکشاید، مثال هنر شما را می آموزه، پگاه در زندگیش با کار میآید. برای خوش به حالتون. حتی من بسیاری از خواهرها را میدانم که اونها را یک آدم یک محفل معرکه میکنه، برای سلط اونها را مثال بگیم با اصطلاح میزن زکس میکنن، میارن او تیار میکنه، بین مهنت میکنه، با برآمدنش دا اهل خانواده با مبلغش میته برای خدمت کردگیش. البته درسته، هیچی باکی نداره. چی این خیل بریم مثال مهنت کردگیمون بفروشیم، یا چی مثال یک آدم فرمایش ممکنه تیار کنیم، یا اینکه با طریق اینترنت از طریق یوتیوب مبلغش گرفته هم بگی، هیچی باکی نداره، حلال است، درسته. در روسیه در مسجد خریستیان ها مردی کاری میکنیم از روی مجبوری. در همین جا نمازهایمان را میخوانیم. آیا نماز مقبول میشود یا نه؟ کار کردن در گویم همون معبدهایی که نصرانی ها دارن، جایهایی که میروند مقصد عبادت میکنن، اولا در همونجا بسیاری مردم سوال میکنند آیا کار کردن درسته؟ کار کردن درسته برادر عزیز. در ساختن بیناش درسته، تعمیر کردنش هم درسته. اگر در همونجا شما به مثال بگیم که پاسبان، اینش هم درسته، پاسبان باشین. یا در گردش زمین های دارد که زمین های را تازه کردن در کار، و ایش هم درسته کار کردن. یعنی کار کردن دادرها و خواهرها عزیز گناه نیست. فقط ما الحمدلله که مسلمانیم، پیروی از دین خودمان داشته باشیم، کار کردنی در اون بگیم معبدای اونها هیچی باکی ندارد، درسته. مبلغی میگرفتگی تانم حلاله. ولی کسی اگر بگد اکو من طبیعتم نمیوردارد یا نمیخوام که در همینجا کار کنم، این کار شخصی هر نفر، لیکن از روی فتوای دین یا نگاه دین اجازت های هیچ زیانی نداره برادر عزیز و گرامی. ولی نماز خواندن در داخل او، به خاطری که اکو در دین خودمان کجایی در که صورت باشد یا مجسمه باشد، هیکل ها باشند، اونجا نماز خواندن مکروه است. یعنی گویم که ثواب ما از اون نماز ثواب پره و درکاری را نمیگیریم. لیکن از بس که برادر عزیز ما که دیگر اکوجا امکاناتی برداشتن او صورت ها را نداریم، یا او صورت ها را ما مثال بیراه کردن نمیتونیم، به همین خاطر که به عذر هست اجازت هایی که بخونیم. اگر در بیرونش امکان باشه در بیرون بخونیم، یا جایی که خالی از صورت ها باشه بخونیم. لیکن دیدن که هیچ امکان نباشه و فقط همون داخل است، از روی عذر البته درست می شود، از روی عذر درست می شود برادر عزیز.